اینا پدر حبیب مو همو عبدالمناب بود کی بود همو گذشته است خدا رحمتش کنه در وقت زنده بودنش اینترویوهاش گرفتن ولی در همون چیزا پرشیده است پرتوفتیان هر جو اینستاگرام و دیگر یا تماشا کنه چه خیلی گپ میزنه من میگم ای مردن نمیترسم و من برای همین مردن آمادگی دیدستم من ای جوانی من تیاری دیدستم میدانم که روز میشود که ای دنیا میری این دنیا گذرنده انا مردی حقیقی انم کسی را میگم که همیشه در همه حالت وضعیت یاد خدا میکنه ذکر خدا میکنه تیار میشود برای همین روز انشالله اگر تیاری که دیدی دستی خالی بود که نرفتی به یقین است که به جوار رحمت پروردگار واصل میشه خداوند پدر حبیبم رحمت مغفرت کنه در بحبوحه جنت مستقر بگردونه که خودش مسلمان بود فرزندای مؤمن و مسلمان و شاگردای مؤمن و مسلمان واقعی گذاشته است.